خیلی گفته بودن که کار توی داروخونه چجوریه توی آلمان. برای داروسازا من یه توضیحاتی رو ضبط کردم، ولی کلاً به خاطر اینکه خیلی آلمانی‌ها حساسن روی اطلاعات شخصیشون، مثل ظاهرشون و اسمشون و نمیدونم از اینجور چیزا، نمیشه توی اون قسمت ورودی اصلی داروخونه من اونجوری فیلم بگیرم و صحبت کنم. به خاطر اینم یه مقدارش رو توی قسمت پشتی داروخونه ضبط کردم و بقیه‌اش هم ویدیوهاییه که همجوری ضبط کردم، یه توضیحاتی دادم. امیدوارم که تا حدودی بتونم توضیحشون بدم، ولی یکم کلا پروسه پیچیده است، یعنی از اون چیزی که ما توی ایران داشتیم پیچیده تره. توضیحات رو دادم، ولی اگر که بازم سوالی داشتید یا دوست داشتید که بیشتر بدونید کامنت بذارید، من براتون توضیح میدم. الان وقت ناهارمه. خب اینجا قسمت آشپزخونه داروخونه است که حالا یه سری امکانات داره برای اینکه بتونی غذاتو گرم کنی، قهوه‌ای بخوری، میز و صندلی و خب یخچال هم داره که حالا وسیله چیزی داشته باشی میتونی توی یخچال بذاری و اینجا میتونی استراحت بکنی زمانی که زمان استراحتت هست. خب اینجا ما میتونیم نسخه ها رو پرینت بگیریم که بتونیم برای بیمه بفرستیم. در این قسمت ما برای حالا جاهایی که مثل حالت آسایشگاه هستن یا خونه پرستاری هن و بیمارای مختلف دارن داروها رو میتونیم ارسال بکنیم که همونجور که میبینید قسمت بزرگی از داروخونه به این قسمت اختصاص داده میشه. خب اینجا هم که سرویس بهداشتیه و اینجا هم حالا یک سری کامپیوترهای دیگه هست. اینجا اتاق شف ها هستش. اینجا جلوتر میایم که کاسه هامون هست. اینجا هم دوباره یک آزمایشگاه هستش که داروهای ساختنیه، یخچالمونه و اینم قوا هستش که اتوماتیک دارو رو به شما تحویل میده. و اون قسمت هم شرکت های پخش میان داروها رو تحویل میدن. این جلو هم که ما کاسه ها رو داریم. خب همونجور که توی ویدیو دیدید داروخونه از بخش های مختلفی تشکیل شده. اینجا یکم خیلی متفاوت تر از اون چیزی که ما توی ایران داریم. از تقریبا میشه گفت 3 بخش اصلی تقسیم شده که یکی قسمت جلویی داروخونه است که وقتی مریض میاد میبینه، که حالا بستگی داره که چقدر داروخونه شلوغ باشه و چقدر داروخونه بزرگ باشه، که میتونه 3 تا یا 4 تا حالا حالت صندوق مانند داشته باشه که همیشه یا داروساز یا PTA اون پشت وای نیسته، نشستن در کار نیست و حالا جواب مریض رو میده اگه نسخه داره، اگه دارویی میخواد که نیاز به راهنمایی داره و راهنماییش میکنیم و دارو رو بهش تحویل میدیم. اینجا چیزی به اسم این که حالا حالت نسخه پیچی باشه و یک فرد کنار داروساز وایسته و بره داروها رو بیاره و برگرده و مریض بشینه تا نسخش آماده بشه نیست. اینجا اکثر داروخونه ها یک دستگاه اتومات دارن که اسمش حالا معمولا قوا هستش و اون جلویی که داروساز یا PTA وایستاده دارو رو بهش تحویل میده از طریق همون دستگاه اتومات. یا اگر هم که دارو توی داروخونه وجود نداشته باشه، ما اون دارو رو براش سفارش میدیم و حالا 1 ساعت خاصی بهش اعلام میکنیم که با توجه به
اون شرکت پخشی که به ما دارو رو تحویل میده بهش میگیم فلان ساعت بیاد و دارو رو تحویل بگیره. چون معمولا داروهایی که خیلی مصرف کمی دارن یا داروهایی که خیلی گرون هستن داروخونه موجود نیست، نمیصرفه که اون رو ما توی داروخونه داشته باشیم، برای همین براشون سفارش میدیم. یعنی حتی ممکنه از کشورهای دیگه واسهشون سفارش بدیم اگه که حالا مریض اوکی باشه و اون شرکت بیمه‌ای که مریض داره هم قبول بکنه که اون هزینه‌ای که مثلا از سوئیس به آلمان میاد، از دانمارک به ایران میگم به آلمان میاد، اون رو بپردازه. این قسمت جلوی داروخونه هست و یه قسمتی هم داره که خود مریض میتونه بره و حالا یه چیز آرایشی باشه، داروی تقویتی باشه، اونا رو خودش انتخاب کنه و بیاره دیگه. اون چیزی نیست که ما براش بعدیم، خودش برمی‌داره میاد تحویل میده و حساب میکنه و میره. یه قسمتی هست، این قسمتی که الان من اینجا نشستم، این قسمت که این قسمت یه کمدی هستش که حالا این از کشورهای مختلف تشکیل شده که اونجا حالا داروهایی که بزرگ هستن، داروهایی که 3 تایی 4 تایی یا 2 تایی هستن اینجا قرار میگیرن دیگه. اینا توی اون اتومات قرار نمیگیرن، یعنی جا نمیشه یا حالا هر چیز دیگه ای. این قسمت هستش که این قسمت رو کلا بهش میگن قسمت پشتی داروخونه. و حالا ما اینجا اکثرا برای آسایشگاه ها، برای جاهایی که حالت شرکت های پرستاری دارن، اینجا براشون داروها رو نسخه رو به ما تحویل میدن و ما براشون داروها رو تهیه. باید همه اینجا توی داروخونه، مخصوصا اونایی که جلو وای میستن و با مریض صحبت میکنن، سفید بپوشن.